سلام و درود. آموزش ردیاب بیونیک. نحوه سرهم کردن سیستم که به این حالته. دو تا آنتن تلسکوپی بغلش میخوره. این آنتن هم میتونید صاف بزنید، هم میتونید به این حالت بزنید و حالتی که میتونید انجام بدید. دو تا آنتن چه وسط میخوره. این جای آنتنش که اینجا هستش، این مال یه دونه سنسور داره که دیگه زیدن سنسور یا یو اس بی میندازن که دیگه به این وصل نمیشه. حالا این سنسور میتونید مثلا بعداً هم خودتون بخرید که واسه تو داخل دیوار استفاده بشه، ولی خود زیدن دیگه یو اس بی میندازن مستقیم به خود لپتاپ وصل میشه، دیگه نیازی نیست که به دستگاه وصل بشه. وقتی روشن شد شما اینجا میزنید منوی دستگاه که اومد بالا. این قسمت مربوط به فرکانس های دستگاه است که بخوای مثلا فلز تا انتخاب کنی. روی این مربع که اینجا هست میزنید عوض میشه. نیو گولد طلای جدید، اولد گولد طلای قدیم، نقره جدید سیلور، اولد سیلور، نقره قدیم، مس کپر میشه مس، حفره جدید نیو گولد، اولد میشه حفره قدیم، یا میشه الماس، زنگای قیمتی و استو. ما مثلا این رو همون قسمت طلای جدید. دقت کنید اول منوش رو خدمتتون عرض کنم. اینجا میتونید شعار کم و زیاد کنید. اگه یه موقع خاص شعار کم و زیاد کنید میتونید 10 تا یا 100 تا ببرید. سعی کنید موقعی که فقط نیاز از تاچش استفاده کنید، تاچش لمسی ولی زیاد از تاچش استفاده نکنید. اگه مثلا خاص شعار کم و زیاد کنید رو شاه میزنید، روی مثلا که 100 تا خواستی بریم انتخاب میکنید، مثبت ها میزنید میری 100. اگه خواستی 10 تا از همین فاصله. اگه خواستی مثلا کم کنی، مثلا 10 تا من میخوام کم کنم، میزنم 10 تا کم میکنم. این 10 تا این 100 تا. اینجا قسمت یونیابی دستگاه است که به یون برسیم براتون پر میشه. اینجا هم نوع خاک ها میتونید انتخاب کنید. لا مثلا خاک گلدونی میشه، زن روش برمیگرد. سن میشه شن ماس، شن کلی میشه ماسه‌ای، راکی میشه خاک‌های کوهستانی. روی راکی اکثر بذاری تو بیابون میخوای کار کنی. پلی را میخوای بزنی هم از اینجا میتونی میزنی، هم اینجا اوکی را میتونید بزنید. اوکی را میزنید. دستگاهی که خواست شروع کنه و ردیابی 5 ثانیه تا 10 ثانیه رو به زمین نگه میدارید. به این حالت میارید بالا. سعی کنید دست راستای دستتون صاف باشه و مچ دست نمیچرخونید. واسه تا خود ردیاب به شما جهت بده. وقتی ردیاب به شما جهت داد، دیگه جهتش ثابت شد، طبق همون جهت حرکت میکنه. الان مثلا جهتش به اون سمت. حالا یه بار من برمیگردم، همون نقطه باز میگیرم. باز برمیگردم. باز از این نقطه میزنم. سعی کنید از 4 تا نقطه این کار رو انجام بدید. زمانی که جهت ردیابتون ثابت شد به همون سمت میزنید. اگر که دیگه جهتی به شما نداد، آروم آروم شما راه میرید تا زمانی که این سیستم روی هدف که برسه، سیستم به حالت دورانی میفته. به این حالت. بعد شما این کاری که انجام دادید، نوک ردیابتون رو بزنید. الان مثلا اینجا میگیریم، هیچ حالتی ردیاب نه. حالا رو به همون هدف بگیرید. به این حالت دوران میزن. این از قسمت ردیاب. قسمت یونیابیش که اگه به یون برسه این قسمت براتون پر میشه. الان مثلا من بخوام ببرم نزدیک یه لامپ کم مصرف یون داد. مثلا این لامپی که اینجا هستش وقتی ببرید تأثیری نداره، کم مصرف نیست، پر نمیشه براتون. حالا من میخوام نزدیک یه لامپ کم مصرف که ببرم براتون. بعد کنید جدولش براتون پر میشه. این قسمت یونیابیش هستش. قسمت تصویرش هم که وصل میشه به لپتاپ که تو قسمت
بعدی براتون آموزش میدیم. انشالله که موفق باشید.